بریم با هم یه باقالی پلوی خوشمزه و خوشرنگ درست کنیم. مواد لازم برای باقالی پلو: پیاز، زعفرون دم کرده، شوید خرد شده، برنجی که از قبل خیس کردیم، باقالی، سینه مرغ آبپز شده، فلفل دلمه، پوره گوجه و ادویه‌های لازم. کمی روغن اضافه می‌کنیم. پیازها رو اضافه می‌کنیم. وقتی که سبک‌تر شد، پوره گوجه، فلفل دلمه و سینه مرغ آبپز شده رو اضافه می‌کنیم. حالا نوبت ادویه‌ها و زعفرون دم کردمونه. اینا رو خوب با هم میزنیم. خوب که هم خورد، آب مرغ آبپزمون رو اضافه میکنیم. برنجمون رو توی آب جوش میریزیم. توی قابلمه کمی روغن میریزیم و سیب زمینیامون رو میچینیم تا ته دیگه سیب زمینی داشته باشیم. برنج رو اضافه میکنیم. حالا نوبت شوید هاست. بعدش باقالی ها رو میریزیم. حالا برنج رو میریزیم و یه لایه دیگه موادمون رو دوباره روی برنج ها میریزیم. حالا آب نمکمون رو میریزیم و روغن. حالا زعفرونم میریزیم. بعد در قابلمه رو میذاریم و میذاریم که بپزه. این هم از باقالی پلوی خوشمزه ما. نوشه جان.